در مکتب ما امروز شور و غوغا دیگر است. درس زندگی و حفظ درس کار و هنر است. 31 مکتب ما در سربند و کشته گیرمان، بهر حفظ جان خود آماده 100 ظفر است. مدافع گرفتنی یکی از سمت‌های مهم امنیتی دولتی بوده. وظیفه‌های اساسی آن حفظ اهالی از آفت‌های طبیعی، سمت‌های استحصالی، حالت‌های جنگی و دیگر خطری کلان میباشد. در جمهوری تاجیکستان این سمت را کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرفتنی جمهوری تاجیکستان هماهنگ می‌سازد. نوبت را به سردار گروه مرزاباєв شاهرخ بیگ می‌دهیم. مرحمت. روشن برابر شد. لباس با ترتیب. نظام. آماده دفاع حربی در حالت فوق‌العاده در داخل بنا. آموزگاران و خوانندگانی که در داخل بنا مانده بودند از سوختار به جراحت نجات یافتند. سوختار برطرف کرده شد. نوبتدار مرزاباєv شاهرخ حاضر. اطاعت. مدافع گرفتنی نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه هر یکی ماست. اگر ما دانش کافی داشته باشیم میتوانیم حیات خود را به همیشه آماده میسازیم. نوبت را به سنبوی و معلمه و اسلام و معلمه میدهیم. در حالتی فوق‌العاده چون یازدهمی در حالتی فوق‌العاده هیچ کس شکست نشد.
навбат ба маълумотҳо Мирзабоев, Амирхон, Бозоров ва Бекзод дода мешавад. Марҳамат. من مرزابای شاهرخ به صفهای نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت و خلق خود و سرور دولت سوگند یاد میکنم و با تنتنه قسم میخورم قانون اساسی و قانونهای جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت میکنم. آیین‌نامه‌های نظامی، امرهای افسران و فرماندهان را بی‌چون چرا اجرا میکنم. سربازی با شرف، با انتظار، دلیر و خوشحال باشم. قسم میخورم که تا نفس آخرین به خلق خود صادق میمانم. مردانه و ماهرانه نیروی خود و حیات خود را برای حفظ وطن دریغ نمی‌دارم. همه دشواری و محکومیت‌های خدمت نظام را پس سر می‌نمایم. اسرار دولتی و حربی را حتماً پنهان می‌دارم. اگر من این قسم منتظم خود را شکنم، بگذار به جزای سنگین قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. سرفرماندهی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان. نوسران آینده معلومات می‌دهد. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 23 فوریه سال 1993 در مرکز میدان شهر دوشنبه برگزار گردید. سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امام رحمان می باشد. سال 1994 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجرهای مدافع ضد خواهد تشکیل یافت. 23 ایار سال 1993 حجرهای خشکیگر تشکیل یافت. قواهای حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به 5 قسم تقسیم می شود. سربازان، پرپورشک‌ها، افسران کرد، افسران کلان و افسران عالی رتبه می باشند. بعد داخل می شود سرباز قطاری 1 لیتر، سرجنت کرد، سرجنت کلان، سرشینه. بعد داخل می شود پرپورشک کلان. بعد داخل می شود افسران کرد، لیتنانت کلان، کاپیتان. بعد داخل می شود افسران کلان، مایور، پالکونیک. بعد داخل می شود افسران عالی رتبه، لیتنانت مایور، لیتنانت کاپیتان، لیتنانت گنرال مایور، گنرال پالکونیک، گنرال ارتش. سرفرمانده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان می باشد. وقت خدمت حربی با 4 آیین‌نامه عمل میکند. آیین‌نامه یکم آیین‌نامه انتظامی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان از 1 ایون سال 2000 به عمل جاری کرده شد. آیین‌نامه دوم آیین‌نامه سفرهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان از 1 سپتامبر سال 2001 به عمل جاری کرده شد. آیین‌نامه خدمت داخلی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان از 1 آگوست سال 2001 به عمل جاری کرده شد. آیین‌نامه خدمت گرم‌نظامی و پاسبانی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اساس وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان از 1 اپریل سال 2002 به عمل جاری کرده شد. اکنون نوبت را به رقص می‌دهیم. مرحمت. Молоденький, и лодки новенькая.
چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله 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 shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman osmonimda yulduzimsan ko'zda nurim kunduzimsan osmonimda yulduzimsan ko'zda nurim kunduzimsan sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاودانه ها ای مهرم ترانه دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا همیشه بپیش ملک جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش رو رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملک جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش رو رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش کفیل امنیت جامعه ما هم به آخر رسید. سخن را با معلمه نظر و می‌دهیم. مرحمت. السلام علیکم. اشتراکچیان چهاربینی امروزه در اساس فرمایش مدیر شعبه معارفی ناحیه اسپیتامین بخشیده به روزی گرجدنی نمونوی یگانه در مؤسسه مذکور گزاراریده شد. تشکیل کنندگان عمر معلم، ایگم نظر و معلمه، راهبری چهارمی راهبری 11 تشکیل نمودن. من برای همتان تشکر زیاد میگویم. چهاربینی خیلی ناز گذشت. معلم شما بایم تشکر. بی‌واسطه این با راهبری شما گذشت. رحمت معلم.